سلام، خوش اومدین به ششمین قسمت از فوتباز. تو این قسمت از برنامه‌مون دوباره می‌خوایم راجع به جام جهانی 2023 زنان صحبت کنیم. در واقع این آخرین برنامه‌مونه که می‌خوایم به این موضوع بپردازیم. چرا؟ چون جام جهانی تموم شد. اسپانیا قهرمان شد، ولی این قهرمانی به سادگی به دست نیومد. اول چند تا فکت باحال بهتون بدم. خانم سلما، اون بازیکن مو بلنده که موهاشو بافته و همه نصف ایران هم فکر کنم روش کراش زدن، با 19 سال سن موفق شد سومین جام جهانی خودش رو به دست بیاره. سوال پیش میاد که خب اسپانیا که اولین بار قهرمان جام جهانی میشه و جواب اینه که بله، در رده بزرگسالان ایشون در رده زیر 20 سال و زیر 17 سال هم موفق شد که قهرمان جام جهانی بشه و تبدیل به اولین بازیکن تاریخ فوتبال شد که در 3 رده مختلف قهرمان جام جهانی میشه. اونم با چند سال سن؟ 19 سال سن. متولد 12 نوامبر 2003 است ایشون، خانم سلما پارایلو. فکت بعدی که راجع به تیم ملی اسپانیا باید بهتون بگم اینه که کلاً 8 تا بازیکن بارسلونا به تیم ملی اسپانیا دعوت شده بودن که تو بازی فینال 7 تاشون تو ترکیب اصلی بودن و همین هم باعث شد که اینستاگرام رسمی تیم زنان بارسلونا به همراه تیم مردان بارسلونا یه پست مشترک گذاشتن. بعد مقایسه کردن تیم ملی اسپانیا سال 2010 که جام جهانی آفریقا شرکت کرده بودن با هدایت آقای دل بوسکرو با این تیم ملی اسپانیا زنان سال 2023 که از قضا اون موقع هم تیم ملی اسپانیا 7 تا بازیکن بارسلونا رو در ترکیبش داشته و الان هم این اتفاق دوباره افتاد. در واقع میگن که تیم ملی اسپانیا نیست، بارسلونا تنها باشگاهیه که میره و قهرمان جام جهانی هم میشه. اما اگه بخوایم راجع به قهرمانی اسپانیا تو جام جهانی 2023 زنان صحبت کنیم، اول باید بگیم که کمتر کسی تصورش رو میکرد اسپانیا بیاد فینال جام جهانی و قهرمان هم بشه. قبل از شروع جام جهانی هممون میگفتیم آلمان، آمریکا، نهایتا ژاپن، انگلیس قهرمان جام جهانی میشن. اسپانیایی که کلا در تاریخ خودش یه برد تو جام جهانی زنان به دست آورده بود، کی فکرشو میکرد دومین بردش رو بیاد به دست بیاره، سومی، چهارمی، پنجمی، ششمی برسه فینال و قهرمان جام جهانی بشه؟ اما به جز این فکت آماری یه دلیل دیگه هم داره، اینکه هیچ کس فکرش هم نمی‌کرد اسپانیا قهرمان بشه. چه دلیلی؟ احتمالا شما نمیدونید. بریم کجا؟ بریم سپتامبر سال گذشته. چه اتفاقی افتاد؟ 15 بازیکن اصلی تیم ملی اسپانیا، تیم ملی زنان اسپانیا، یه نامه زدن به کی؟ به رئیس فدراسیون اسپانیا که آقای خورخه ویلدا، همین سرمربی تیم ملی اسپانیا، سرمربی جذابشون، مشکل اخلاقی داره. یعنی با ما بد رفتاری میکنه، نه اون مشکل اخلاقی که شما فکر میکنین. رفتارش بده، خیلی خوب با همون تا نمیکنه، توهین‌آمیزه و ما نمیخوایم ایشون سرمربیمون باشه. فکت و سند هم دارید؟ نه، دوست نداریم ایشون سرمربیمون باشه. 3 تا کاپیتان اصلی تیم همین نامه رو امضا کرده بودن. چه اتفاقی میفته؟ همه انتظار دارن خب ستاره های اصلی تیم وقتی دارن میگن ما نمیخوایم باشیم، طبیعتا اگر ایران بود فدراسیون پشت ستاره ها در میومد، افکار عمومی هم همینطور. اما فدراسیون فوتبال اسپانیا اومد 2 تا نشست خبری برگزار کرد. 1 خورخه ویلدا، 2 کاپیتان تیم ملی اسپانیا. گفت جدا بیاین بشین با خبرنگارا صحبت کنین، بگین که اصلا چه اتفاقی افتاده، در واقع دردتون چیه. ویلدا اومد صحبت کرد، خیلی ناراحت و پکرم بود و اشاره کردش که در واقع ناراحت از این اتفاقی که افتاده، بازیکن‌های بزرگ ستاره‌های این تیم به علیهش برپا خواستن. کاپیتان تیم ملی هم صحبت کرد، گفت به هیچ عنوان ما با این آقا دیگه کار نمی‌کنیم. بعد از این 2 تا نشست خبری 21 روز بعد رئیس فدراسیون اسپانیا اومد گفتش خب ما تصمیممون رو گرفتیم، فکرامون رو کردیم، همه چی رو بررسی کردیم، ما پشت مربیمون هستیم. 15 تا بازیکن هم اگه میخوام برگردن، یه شرط داره، خورخه ویلدا باید قبول کنه و در واقع ببخشه این بازیکن‌ها رو. این بازیکن‌ها میتونن برگردن تیم ملی. دوباره مسئولای فدراسیون اسپانیا حرفشون در واقع همین بود که ما مربیمون همینه، عوضش هم نمی‌کنیم. اسپانیا چند وقت بعد در مسابقات مقدماتی جام جهانی میره بازیاشو شروع میکنه بدون ستاره‌هاش. بعدش میره یه بازی داره با آمریکا، موفق میشه آمریکا رو 1-0 شکست بده. آمریکا رو که میبره به عنوان تیم اول جهان،
دونه دونه این ستاره ها از زمستون شروع میکنن میگن ما میخوایم برگردیم به تیممون، یعنی در واقع گمان زنیایی در این مورد میشه و این اتفاق میفته. چجوری میفته؟ آقای خورخه ویلا میره با این 15 نفر یه جلسه‌ای میذاره، باهاشون صحبت میکنه و 6 تا از این بازیکن‌ها برمیگردن به تیم ملی اسپانیا. 6 تا بازیکنی که تو اردوی نیوزلند و استرالیا هم همراه تیم ملی اسپانیا بودن و یکیشون هم اتفاقا خانم بوماتی به عنوان برترین بازیکن جام انتخاب میشه. هیچ کس فکرش هم نمی‌کرد که 15 تا یاغی تیم ملی اسپانیا، تیمی که سال گذشته در واقع منحل شده بود، پشت مربیشون نبودن، اینجوری بیان به همراه تیم ملیشون، 6 تاشون البته، و تیمی که دوباره جون بگیره و بره قهرمان جهان بشه. تیمی که قبل از این بهتون گفتم فقط یک بار تونسته بود که تو ادوار جام جهانی پیروزی به دست بیاره، میاد توی این جام همه تیم‌ها رو شکست میده، در نهایت عنوان قهرمانی رو به دست میاره. به نظر من و به نظر همه فکر میکنم که مهمترین نقش آقای خورخه ویلدا در این قهرمانی داشت که پایان جام هم یه قاب بسیار زیبا ازش ثبت شد که بازیکن‌های تیم ملی اسپانیا میندازنش بالا و به نظر میرسه که الان ارتباطشون هم با سرمربیشون خیلی خوبه.